به نام خدا و درود بر شما. به خبرهای ساعت 7 از تلویزیون جهانی یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با رشید مرودوف وزیر امور خارجه ترکمنستان از جریان کار پروژه تاپی در خاک افغانستان دیدن کرد. در این بازدید دو طرف بر ایجاد تسهیلات در بخش‌های تسریع در امور پروژه تاپی، توسعه خطوط آهن، برق و تسهیلات حمل و نقل توافق کردند. شماری از باشندگان ولایت هرات از تسریع جریان کار این پروژه استقبال می‌کنند. معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل بار دیگر بر لغو محدودیت‌ها و بازگرداندن دارایی‌های افغانستان تأکید کرده و خواستار پایان تحریم‌ها علیه افغانستان شده است. وی منجمد شدن دارایی‌های افغانستان را غیر قانونی و یکجانبه دانسته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از عملی شدن طرح کاهش نرخ بسته‌های تماس، پیام‌های کتبی و اینترنت در آغاز سال جدید میلادی خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت با ابراز این مطلب می‌گویند که در بخش مخابرات در کشور نزدیک به 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. آنان تصریح می‌کنند که از این راهگذر برای بیش از 100,000 تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم شده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت با سفیر جدید قزاقستان مقیم کابل دیدار کرد. سخنگوی این وزارت میگوید که در این دیدار در مورد گسترش روابط دوجانبه و همکاری‌های اقتصادی به ویژه در بخش‌های معادن و ترانسپورت گفتگو شده است. همزمان سرپرست وزارت معادن و پترولیم در دیدار با نماینده اتاق تجارت و صنایع عمان از علاقه‌مندی شرکت‌های آن کشور برای سرمایه‌گذاری در معادن فلز و نفت افغانستان استقبال کرد. همزمان با نگرانی برخی از باشندگان کابل از بلند بودن بهای مواد سوخت در بازارهای کشور، شهرداری کابل از ایجاد مراکز فروش زغال سنگ در نواحی مختلف این شهر خبر می‌دهد. سخنگوی شهرداری کابل تصریح می‌کند که 22 مرکز فروش زغال سنگ را در 22 ناحیه کابل ایجاد کرده که فی تن زغال سنگ به ارزش 6500 افغانی به فروش خواهد رسید. نیک محمد حقانی رئیس جرگه ها و هماهنگی امور قبایل وزارت سرحدات اقوام و قبایل میگوید که امارت اسلامی تلاش کرده تا اتحاد سیاسی را در کشور به میان آورد. آقای حقانی که در نشستی به مناسبت آغاز به کار مرکز گفتمان سحار سخنرانی میکرد، اتفاق و اتحاد را ضرورت مهم در جامعه پنداشت و افزود که همه موردهای اختلافی را میتوان از راه گفتگو حل کرد. برای بیش از 20,000 خانواده نیازمند در ولایت پنجشیر از سوی نهادهای مددرسان کمک‌های زمستانی و پول نقد توزیع شد. برخی از خانواده‌های نیازمند از دریافت این کمک‌ها ابراز خرسندی کرده، اما از نهادهای مددرسان داخلی و خارجی می‌خواهند تا کمک‌هایشان را در فصل سرما بیشتر کنند. به همین ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت 7 از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.